و شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فردوسی با عریضه مرد 46 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 7 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 21:00 دقیقه در کوچه بورباد پایتخت شخصان نامعلوم با روی زوروری و تحت استفاده از کارد آشخانگی تلفن موبیلی پسر نابالغ 14 سالش تمغه خواوی رو که ارزشش 7000 سومونی رو تشکیل میدهد گرفته از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که این جنایت را جوان 18 و 19 ساله ساکنان شهر دوشنبه و نویه 5 صادر نمودند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 49 ساله ساکن شهر ایسار با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 25 یولی سال 2024 تخمیناً ساعت 19:00 دقیقه در حدود دهه میرآباد جماعت دهات ترسونزاده شهر ایسار بنا به سر زدن مناقشه مرد 41 ساله ساکن شهر مذکور را قصداً مورد لطکوب قرار داده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید بین حادثه نسبت به گمانبر شونده پرونده جنایتی با قسم 1 ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله 2 در نویه باباجان غفورov با عریضه مرد 41 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه اپریل سال 2024 شخصان نامعلوم با راه فریب به باوریش درآمده 117 سر چاروای کلان شاخدار را که ارزش عمومیشان 2,145,000 سومونی را تشکیل میدهند گرفته از آن مبلغ 1,917,000 سومونی را داده از برگردانیدن مبلغ باقی مانده 228,000 سومونی تا حال سرکشی نموده ایستادند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که این جنایت را مردان 35 سی و 43 ساله ساکنان شهر بوستان و نویه باباجان غفورov صادر نمودند که دستگیر شدند. نسبت گمانبر شوندگان پرونده جنایتی با قسم 3 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. تفتیشات ادامه دارد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که 31 دکامبر سال 2023 مردان 32 و 39 ساله ساکنان شهر دوشنبه به باوریش درآمده از او $200,000 امریکایی را برای گذرانیدن بازی طریق اینترنت گرفته وعده دادند که بعد گذراندن بازی مبلغ مذکور را در مدت 1 ماه برمیگردانند، اما تا حال آن را برنگردانیده فریب کرده گشتند. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد.